سلام، وقتتون بخیر. به وقت ایران بامداد جمعه است و روز هفتم جنگ بین اسرائیل و ایران هم تموم شده. دقایقی پیش دوباره اسرائیل یک هشدار حمله صادر کرده برای یک منطقه صنعتی در گیلان. در روز هفتم ایران بزرگترین بیمارستان رو در جنوب اسرائیل هدف گرفت. اسرائیل میگه یک مرکز پیشرفته تحقیقات سرطان رو هم هدف گرفته و نتایج سالها تحقیقات از بین رفته. از اون طرف اسرائیل راکتور آب سنگین عراق رو هدف گرفت. یک بخشی که در دست ساخت بود ظاهراً اون رو تخریب کرده. حملاتی هم در اصفهان و شیراز و جای مختلف دیگر ایران برخی از شهرهای دیگران انجام شد. اما به باورم مهمترین جنبه خبرهای روز هفتم مسئله قطع اینترنت بود. جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، دسترسی شهروندان رو قطع کرده به بهانه‌های امنیتی. کارشناسان شبکه و اینترنت میگن که این بهانه‌ها موجه نیست. حکومت ایران راههای دیگه‌ای داره برای اینکه دسترسی‌های اسرائیل رو در این جنگ محدود بکنه به سامانه‌های زیرساختیش در حوزه بانکی و مالی و نظامی و اداری. اما خب با این بهانه که دسترسی به اینترنت جهانی کار اسرائیل رو در حملاتش تسهیل کرده، جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده. الان که با هم صحبت میکنیم سطح دسترسی در ایران به 3% رسیده. همین الان در نوار غزه این 59%. با عنوان مقایسه گفتم جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع میکنه به خاطر اینکه بخواد روایت رسمی جنگ رو جا بندازه، روایت رسمی از جنگ و اون چه که اتفاق میفته، با این امید که با دسترسی نداشتن مردم به اینترنت و البته پارازیت روی کانال‌های ماهواره‌ای خبری اون روایت رو جا بندازه که مطلوبش هست. روایتی که ستون فقراتش حرفای خامنه‌ای که میگه مردم زندگی عادی خودشونو دارن. روایتی که پزشکیان میگه ادارات دولتی به طور کامل در خدمت مردمن. چیزی که با واقعیت نسبتی نداره. تصاویری از تهران اومده بود، تصاویری که حتی ما در واقع امکان پخشش نداشتیم. خیابان‌های خلوتی نشون میداد که در شمال تهران که در اون ساعات روز ترافیک بسیار سنگینی داره. تنها یک اتومبیل در حال حرکت بود، همون کسی که در واقع فیلم رو گرفته بود در موردش صحبت میکرد. به این ترتیب اینترنت رو قطع کرده حکومت برای اینکه بگه همه جا امن و امانه، با اون تصاویری که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میده که انگار اسرائیل آسیب بسیار زیادی دیده. از این طرف وضع ایران خوبه. این با واقعیت نسبتی نداره. اسرائیل توان اطلاعاتی و امنیتی و نظامی برتری نسبت به جمهوری اسلامی در این جنگ داره و عملاً آسیب‌های بسیار زیادی به زیرساخت‌های هسته‌ای و موشکی و نظامی ایران زده. و البته زیرساخت‌هایی که به هر حال بخشی از سرمایه مردمه. اسرائیل ادعا می‌کنه 2/3 در واقع قدرت موشکی ایران رو از بین برده. آسیب جدی به نتنز وارد کرده، آسیب جدی به آب سنگین عراق وارد کرده، آسیب جدی وارد کرده مرکز تحقیقاتی که در تهران در کار ساخت قطعاتی بودند که به نحوی با غنیسازی اورانیوم ارتباط داشتن، در خدمت اون صنعت بودن. دانشمندان هسته‌ای رو، افراد درگیر در پروژه هسته‌ای نظامی رو کشته، فرماندهان نظامی بلند مرتبه سپاه رو کشته که همون در واقع قاتلان مردم هستند. در آبان 98 و دیماه 96 و خرداد 88 و در واقع در 1402 همون کسانی که برای مردم شاخ و شونه می‌کشیدن که اگر تا فردا خونه نرید فلان میکنه و بهمان میکنیم، در یک شب و در شب‌های بعدی در واقع هدف اسرائیل قرار گرفتن. به این ترتیب قطع اینترنت برای اینکه مردم اینها رو ندونن، از اینها بیخبر باشن و البته از همدیگر بیخبر باشن. قطع اینترنت در شرایطی که زندگی به اینترنت گره خورده به معنای ایزوله کردن مردمه، ترسوندنشونه، حاکم کردن در واقع شکلی از کنترل اطلاعاتی و امنیتیه و جا انداختن روایتی که حکومت رو برنده و مقتدر نشون میده. بازداشت‌های زیادی صورت گرفته، دستگاه سرکوب هنوز کار میکنه و
ما در خارج از ایران یا در داخل ایران از عزیزانمون بیخبریم. تماس‌های تلفنی هم دچار مشکل شده و نمیدونیم الان که با هم صحبت میکنیم تعداد شهروندان غیر نظامی، زن و مرد و کودک، پیر و جوان که جان باختن چند نفرن واقعا. در ایران نمیدونیم. در اسرائیل ارتش اسرائیل اعلام میکنن، رسانه‌ها هم میبرن بهشون خبر میدن. در ایران ما جمهوری اسلامی نه فقط روزنامه‌نگار داخلی رو بازداشت میکنه، اگر خبر رسانی بکنن به رسانه خارجی هم به اون شکلی که باید اجازه دسترسی نمیده. اما یه نکته به نظرم مهمه. من بعد از در واقع ضبط ویدیوی روز ششم و البته گفتگوهایی که با رسانه داشتم، حملاتی بهم میشه که این حرفا توجیه ماندگاری جمهوری اسلامیه، یا از اون طرف کسانی که میگن نه به اندازه کافی محکم جنگ رو و کشتن غیر نظامیان رو محکوم نکردی. از هر دو طرف حمله میشه. اما اینجا مایلم روشن بکنم برای من مسئله حقوق بشر، مسئله جان انسان یک پرنسیبه، یک ارزشه، ارزشی که به ذات و وابسته به این نیست که اون قربانی کشتن کیه. حقوق بشر برای من اینجا از هر نوعی، از هر رنگی، از هر نژادی، از هر مذهبی، از هر کشوریه. همونطور که کشتن فلسطینی ها در غزه جنایت بود، غیر نظامیان فلسطینی، به تعبیر کارشناسان ارشد سازمان ملل، دادگاه بین‌المللی کیفری، سازمان عفو بین‌الملل، حقوقدانان برجسته جهانی، اونچه که اسرائیل در غزه انجام داد جنایت جنگی بود، جنایت علیه بشریت بود، نسل کشی بود، تلاش برای پاکسازی قومی بود، باید محکومش کرد. کشتن غیر نظامیان در ایران هم جنایته، ولو اینکه به طور مستقیم هدف گرفته نشده باشن. یک کسی مثلا یک فرد درگیر برنامه هسته‌ای، یک مقام امنیتی که ما نمیشناسیم، یک جایی در ستارخان در یکی از محلات تهران ساکنه، اسرائیل اونجا رو میزنه، در حین زدن اونجا کل ساختمون میاد پایین، ساختمان‌های اطرافش آسیب میبینن. اتفاقی که میفته اینه همسایگانی که هیچ ربطی به این جنگ ندارن جانشون رو از دست میدن. برای کسی که جان انسان براش مهمه، این یعنی جنایت. ممکنه نتیجه این جنگ تضعیف جمهوری اسلامی و فرو ریختنش باشه که یک نتیجه خوب از یک جنگ بده، یک نتیجه مبارک از یک جنگ بده، اما اینکه کشتن غیر نظامی رو توجیه نمیکنه. جایی که ما ایستادیم کنار کشتن بیگناهان، راه رو باز کردیم برای کشتن عزیزان خودمون. این اتفاق یک زمانی در افغانستان افتاده، در همین سالهای اخیر، در لبنان، در سوریه، در نوار غزه. همین موشک پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل، مگر در اسرائیل غیر نظامی کشته نشدن؟ اونم جنایت، فرقی نمیکنه. همین امروز هم نخست وزیر اسرائیل، هم رئیس جمهور اسرائیل در مصاحبه‌ای که داشتن با رسانه‌های مختلف تأکید کردن. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو با رسانه کان، تلویزیون کان در اسرائیل، و رئیس جمهور هم فکر کنم با رسانه آلمانی تأکید کردن که هدف ما برکناری جمهوری اسلامی نیست. هدف ما نابودی کامل برنامه هسته‌ای و موشکیشه. خب از رهگذر این هدف ممکنه حکومت چنان تضعیف بشه که به خاطر فروپاشی درونی یا تحولات در واقع داخل کشور یا یک اعتراضات مردمی از هم بپاشه و این تباهی 47 ساله نابود کننده تموم بشه. این میتونه یکی از نتایجش باشه، اما ما نمیدونیم به این نقطه ختم میشه یا نمیشه. هنوز این خطر جدی وجود داره که جمهوری اسلامی بعد از نابودی زیرساخت‌هاش تسلیم بشه یا اسرائیل بگه من کارمو تموم کردم. بعد ما با یک جمهوری اسلامی زخم خورده طرفیم که بسیار وحشی‌تر و هارتر و آدم کشتر هست از اونچه که در پشتبار مدرسه رفاه، در کشتار سال 67، در واقع تمام کش کردن زخمی‌ها در سال 62، در سال 88، 96، 98، 1400 باش روبرو بودیم. جمهوری اسلامی که 10,000 نفر از ما رو کشته در این سالها بسیار وحشی‌تر میشه. ما میتونیم مخالف جنگ باشیم، مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هم باشیم. ما مجبور نیستیم انتخاب بکنیم بین نتانیاهو و خامنه‌ای. چرا؟ ما اصلا مجبور نیستیم انتخاب انجام بدیم. چون دیدم میگن که نه، اگر مخالف جنگی،
اگر از جنگ حمایت نمی کنی پس طرفدار جمهوری اسلامی هستی. از اون طرف اگر در مورد جنگ سکوت کردی، محکوم نمی کنی، پس تو طرفدار، یا دفاع نمی کنی، پس تو طرفدار نتانیاهو هستی. این دو قطبی‌های سیاه‌سفید کار نمی‌کنه. اینطوری نیست. انسان پدیده پیچیده‌ایه. یک پکیج که نیست. پکیجیه که یا نتانیاهو هست با همه کارهاش یا خامنه‌ای با همه کارهاش. نه. آدم میتونه که کار خوب رو جایی، یعنی حرکات رو بپذیره، مجبوری نپذیره. از نظر من جمهوری اسلامی تباهی مطلقه. تباهی مطلق. اما من دلیل نمیبینم برای مخالفت با این تباهی مطلق کنار نتانیاهویی بایستم که متهم به جنایت جنگی. اما من نمیتونم در کار تضعیف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدن بیگناهان رو توجیه بکنم. اون زن بارداری که پشت چراغ قرمز ایستاده بود در میدان تجریش جانش رو از دست داد، رفتی به حکومت داشت؟ کدوم اصل اخلاقی ما اجازه میده بگیم که خب دیگه کشته شد دیگه؟ وقتی سفیر اسرائیل در سازمان ملل در پاسخ به بهمن کلباسی خبرنگار BBC برگشت گفت که اون هزاران نفر که کشته میشن جای تأسف داره، یعنی خودشونو برای هزار نفر آماده کردن؟ به چه قیمتی؟ ما چه اجازه‌ای داریم به قیمت جان باختن دیگرانی که ما نیستیم مشروع بدونیم این جنگ رو؟ ما چنین حقی نداریم اساساً. یا وقتی ارتش اسرائیل در حساب رسمیش در ایکس، همون توییتر سابق، می‌نویسه که بسیاری با ما تماس میگیرن از ایرانیان، میگن که ما سرنوشت غزه و لبنان دوچارمون نشه، ما کسی مناسبی برای پاسخ دادن نیستیم. یعنی این مفروضه برای ارتش اسرائیل که ممکنه به اون سمت، به اون در واقع مرحله برسه. ما حق داریم جمهوری اسلامی نخواهیم. ما حق داریم ازش متنفر باشیم. ما حق داریم از کشته شدن سرداران سپاه که قاتلان ما بودن خرسند باشیم. آرزو بکنیم خامنه‌ای یا بازداشت بشه، به خفت دادگاهی بشه، محاکمه بشه، یا اینکه در واقع تلف بشه، اگه بخوام خیلی صریح و ساده بگم. اما تمام این حق‌های ما مشروع نمی‌کنه پذیرش این رو که یک بیگناه در ایران، شهروندی مثل من و شما، جانش رو از دست بده در هیچ شرایطی. بحث اینترنت بود، منتها این بحث اینقدر داغه، اینقدر بحرانیه که نمیشه ازش گذشت. دسته‌ای میگه اونهایی که به شیوه من حمله اسرائیل محکوم نمی‌کنن خائن به وطنن. حالا بخشی از اینهایی که میگن اینها خائن به وطنن، اساساً نه ملت میدونن چیه، نه وطن میدونن چیه. براشون مسئله امت و اسلام و گفته بودن برای ما فلانجا در سوریه از فلانجا در ایران مهمتره. اینا همونایین که هموطنانشون رو کشتن. حالا اونا به کنار. دسته دیگری که ادعای وطن پرستی میکنند، اینجا در قبال کشتن هموطنانشون سکوت میکنن. قادر نیستن تفکیک بکنن بین این دو گزاره که میشه هم از جمهوری اسلامی مخالفش بود، علیهش اقدام کرد، همین که مخالف کشته شدن هموطنانمون باشیم. دسته‌ای هم که در واقع هر کسی رو که مخالف حمله باشه میگن که این خائن به مردم و این جمهوری اسلامیه. این دسته‌بندی ها کاذبه. حالا من فردا در موردش صحبت میکنم که اساساً ما چه درکی از وطن داریم، چرا اون چیزی که به عنوان وطن مینامیم برای ما تعبیرهای مختلفی داره. یک چیز بسته‌بندی نیست. اون ساده انگاری گمراه کننده است. اینجا میتونه ما رو دچار تنش و چالش و دعوایی بکنه که اساساً موضوعیت نداره. امیدوارم که اگر در ایران هستی سلامت باشید، عزیزانتون در ایران سلامت باشن. امیدوارم این جنگ تموم بشه و نتیجه خوشایند این جنگ ناخوشایند نابودی جمهوری اسلامی، آزادی سرزمینمون و زندگی باشه که همه ما شایستگیش رو داریم.